بر ذات کمالش گفته بسم الله منور شد دو عالم از قدوم نار بسم الله کسی که در اول کارش بگوید اسم بسم الله شفاعت تا به آخر میبرد این آن بسم الله با نام خداوندی که جان آفرید سخن گفتم آن در زبان آفرید السلام علیکم میگویم عروس و داماد نیکوبخت السلام علیکم پدران سربلند السلام علیکم مادران مهربان و غمخوار و دعاگوی خلاص سلام عرض میکنم با هر یکی شمایان جان آمدگان امروز بار دیگر یکای شما میهمانان عزتمند را خوش آمدید گفته مرحمت از آن دسترخوانی پر از ناز و نعمت که تنها و تنها بهر یکای شما میهمانان آراسند مرحمت نمایید بین از آن شما اجازت نشست را بهر عروس و داماد واگذار میکنیم مرحمت به تخت شاهانه با یک نیرو و تراوت خاصه و در زیر موسیقی تنتنوار نشسته باشه امروز چه روزی است که خورشید دوتاست امروز روزها برون از تو جداست که از ارج و حاکیان نثار است و صداست که دل شدگان امروز روز شماست واقعا امروز روز دو داده عشق و محبت است که آن همین روز عاشقانه شام عاشقانه را تاریخاً روی نوار آورده ساده است استودیوهای بهترین شهر اصفهان استودیوی خوشبخت بعدم مهران مصطفی صاحب همتا با همراز و شاد شریک هر دوی این خانه گشته‌ایم سرا این نغمه‌های دل که دل بادنش دارد فلک در گرمی آواز تا آسماندنش دارد بیا بر پرده ناخود زن که ما در پرده خوابیم سحر با چشم نیلوفر نفس بکشاندنش دارد برای باز هم آباد و زیبا شاخ و جذاب رنگین و گوارا گشتنی این بزم عاشقانه عروس و داماد علاجی فرهنگ جمهوری تاجیکستان استاد هنر دلشاد چون